خشم گرفتن علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام با ابوبکر صدیق. استاد بعضی فرقه‌های گمراه میگویند که سعد ابن عباده جماعت نمیرفت و نماز جمعه نمیرفت و خب یعنی که این روایتایی که حاضر اینا به همین چیز دست دادن رو که سعد نماز نمیرفت میتونه اون از قسمی روایت‌های پرپراودار بود. بعضی پرپراو میزنن تا اینکه بار خودشون گذرانن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، این برنامه سیوم ما است با استاد ادهم حیدرزاده درباره انتخاب جانشین پیامبر صلی الله علیه و سلم. صحابگان چگونه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم برای کل مسلمانان جانشین انتخاب کرده بودند. و اگر شما قسم یکم و دوم برنامه را ندیده باشید حتما آن را تماشا کنید. استاد خیلی چیزهای جالب را در آن نقل کرده اند. حتما توصیه میکنیم که آن را تماشا کنید. استاد در صحبت گذشته در جای یک خیلی شمخوارش آمده رسیده بودیم. شما گفتید ابوبکر صدیق یک ورقه دیگرش را استفاده نبرد، آن را استفاده میبرد. چی بود آن؟ میخوایم تمام صحبت را که تماشاگران هم خیلی منتظر هستند. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. خب در حلقه گذشته گفتیم که سقیفه در جوشش بود. بله. یعنی نمود او صدا بلند شد مثلا خیلی در روایت آمده است. و وقتی که بشیر بن سعد برآمد کرد فراموش نکنید که بشیر بن سعد پسر عمه سعد بن عباده است. همون آدمی که انصارا قریب خلیفه انتخاب کرد. نامزد. بله. بعد اون اسید بن حضیر برآمد. این هم از نقبا است. بله. این هم برآمد مردم گفت که دعوت به اطاعت از مهاجران کرد. بعد گفتم ابوبکر صدیق برآمدن گفتن که دو آیت چند قرائت کردن گفتن ما در حق ما الله تعالی صادقین گفت در حق شما مفلحون گفت. بعد دیگر آیت آورد گفت که الله تعالی گفت است که پیروی از صادقان کنید. یعنی که اونا رو از جهت روانی مهیا کرده است از برای قبول کردن همین چیز. حدیثی که میخواهد که همون ورقه آخرین چه خیلی گفته اون رو برای استفاده کنید. بعد حدیث دیگر هم گفت که پیامبر علیه السلام وصیت کرده بودند که اگر انصار کسی که مثلا مسلمانان رو سروری کند برای انصار نیکی کند از آدمای بدش گذشت کند. اینجا بعد این زید بن ثابت خست گفت که ما در زمان پیامبر همیشه گفت امیر از مهاجران بودیم ما وزیر بودیم. اینا میگن که دعوت نه به قدم به پیش گذاشت به سوی چیز گذاشتن خلافت به مهاجران. اینجا دیگر سعد بن عباده میتونیم بگیم که در یک صراع نفسی چه خیلی میگن یعنی که در خودش شاید که افکار میومد که اینجا مردم قریب خلیفه انتخاب میکنن این طرف مهاجران این فکر آوردن یکی در همین چیز قرار داشت و ابوبکر هم ظاهرا مثلا میفهمید یعنی آدم روانشناس بود دیگه مردک 60 سالش دیگه است یعنی که احساس میکرد که این مردک رئیس قبیله بود و نزدیک بود او را همچون خلیفه انتخاب کنن. دیگه چند دقیقه پیش یعنی که نامزد اساسی همون بود نامزد یکه یعنی یکتاز میدان بود. بعد دیگر همون ورقه را ابوبکر خواست که استفاده برد همون ورقه آخران رو چون که دید که دیگر انصاری ها مهیا شدن برای خود یعنی که اونها دیگر آرام آرام به سوی مهاجران میل میکرد. گفت که سعد این روایت در مسند محمد آمده است. گفت که سعد تو میدونی که ما گفت همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک جایی بودیم و تو نشسته بودی یعنی تو این تفصیلات یعنی که جزئیات ذکر کرده تو اینکه ذاکره که چیز سعد بن عباده بکار آید. شاید سعد فراموش کرده بود این چیزا شاید که اونجا از پیغمبر وفات شد آدم در شوق قرار داشت این چیز شاید که در یادش نبود و ابوبکر می‌خواست که همیشه به یاد سعد بن عباده بیاره یعنی که اون وقت بیمار گفتیم در بیمار پیچیده بیماری بود و یا چیزام شاید تاثیر داشته باشه برای اون ابوبکر صدیق گفت که ما در همین حالت قرار داشتیم تو نشسته بودی و پیامبر گفتن که قریش و ولات و هذا الامر قریشی ها والیان این کار هستند یعنی که خلافت و مثلا سروری مسلمان یعنی ورقه ابوبکر همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اول فکرانی نفسانی روانی آماده کرد انصار سپس حدیث پیشنهاد کردن ماشاءالله. و سعدم به یک سادگی ببینید در حقیقت انسان پیش این ابرمردا زانو میزنه وقتی سیرت اینا رو بخونید یک سادگی گفت صدقت ماشاءالله. یعنی یادش اومد و گفت که شما امیرید و ما وزیریم
دیگه هیچ اعلام نکنه. یگانه میشد گفت بعد از اون خطبه‌ای که کرد و پسرش مردم رسول، یگانه سخنی که در اون دور و مداری که بین اینا و مهاجر بود همین صدقت. گفت شما امرا هستید، ما وزرا هستیم. چقدر قلبی پاکیزه استاد، ماشاءالله. همیشه آماده به قبول حق، حقیقت. یک یادرسی شد گفت صدقت. همگی دیگر تسلیم شدن. بله. و سقیفه رو آرامی فرا گرفت. استاد کن از این معلوم می شود که قریشی بودن امیر شرط است. بله، قریشی بودن خلیفه شرط است. چرا که در این حدیث دیدی اسلامی که پیامبر علیه السلام تشریع کردن، یعنی قانون گذاشتن که باید که خلیفه قریشی باشد. یعنی اونها رو هم تسلیم شدنشون برای خاطر همین بود. یعنی ببینید که اینجا میتونم بگم که فرق بین چی است؟ همین دموکراتی و شورا. شورا چه فرق داره از دموکراتی؟ ببینید که دموکراتی این حکم خلق بالای خلق است. نه که حکم اکثریت برای اقلیت است. این به این معنی که مردم اطراف یک حکم جمع میشن، بعد همون قانون قبول میکنن، بالی مردم قانون بر میکنن. خواه قانون معقول باشد، خواه معقول نباشد، خواه قانون با قرآن موافق باشد، خواه مخالف باشد، خواه به حدیث ضد باشد، فرق نداره، برون به شریعت ضد باشد فرق نداره. مادامی که اکثریت مردم قبول کرد تمام. این دموکرات است. اما وقتی که به شورا مثلا نظر میکنیم، شورا چی است که در اسلام مثل دموکرات نیست. یعنی که شورا در اسلام به معنی اون است که مسلمانان در اون چیزایی که حکم آشکار نیست یا که یگان حکم گفته نشده است، در اطراف همون میتونن که شورا تشکیل کنه و طبق همون بعضی آیات‌های عام که احادیث عام همون حکم میشه در جای مصلحت کنه همون حکومت چیه. مثلا گفتیم که اگر مسلمانان بیاند و شورا کنند و گفتیم که بیایتون ما ربای حلال بکنیم، اون شوراشو باطل است. فرقیت دموکرات از شورای اسلامی همین است. یعنی اگه جمع شدن که ما زناخانه میکشیم مثلا، میخوام مصلحت دیده منفعت هست برای اون کو، میگیم نه نمیشه، چون که در این حکم قاطع شریعت هست. در اینجا شورا اینجا دخل داشته نمیتونه. نمیشه دیگه حکم مثلا هر چی حلال باشد حرام کردنش، هر چی حرام باشد حلال کردنش، شورا حق نداره. اگر مادامی که در اون چیز شریعت آشکارا بیان خودش رو کرده باشه. مقصد شما گفتین که استاد در همین حکم هم ابوبکر صدیق، یعنی حکم شریعت هست اینجا این یک کانتو فکر و اندیشه من نیست. قریش بودن یعنی که حکم شریعت است. حاضر همین قریش بودن خلیفه یا امیر رو بغیر از بجز ابوبکر صدیق باز یگان صحابه دیگر روایت کردن، باز روایت‌های دیگری هست. پیش از این روایت نقل استاد، یعنی که سقیفه اگه ببینیم که مهاجر و انصاری تقریبا به توافق رسیدن که بغیر قریشی نمیتونه که خلیفه باشه. و مثلا آیات هم ببینیم اگر یعنی که تسلیم اونها به این بود که و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون چیزی که در آیات هم دیگه است. اگر اون چیزی که خدا قضا کرده است، اون چیزی که خدا حکم کرده است و اون مخالفت کنه گمراهی آشکار میگه، فقط والله ولا مبینا. خب یعنی که اینجا الله تعالی اونو الهام داد که همین مثال حدیث ابوبکر صدیق گفت و از اون مردم پیروی کردن. یعنی که همتون گفت که مصداق آیاتی همون چی است، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک. گرچه که پیامبر علیه السلام وفات هم کرده باشن، حکم پیامبر جاری است، پیامبر باقی است. حکمشون همه حدیث است. یعنی الائمه من قریش. خب خلاصه اصحاب یعنی که به یگان حرج، به یگان خجالت، به یگان مثلا تاب دادن و این طرف تسلیم امر پیامبر شد. یعنی که خودی ابوبکر خیلی گفتم، خودی سعد گفت که تو اونجا بودی و دیگر سرخم کردن همه به این چیز و به همین آیات هم خیلی گفتم مستقیم و یسلمو تسلیما، تسلیم امر الله تعالی شدن. خلاصه ولایت قریش یعنی که یک تشریع است از طرف. شما سوال دارید که درباره همین روایت دیگه کس روایت کرده است، البته روایت دیگه است در بخاری مسلم از ابن عمر رضی الله عنه حدیث است که میگن که پیامبر علیه السلام گفتند تا زمانی که 2 نفر از مردم مونده باشد این امر یعنی که خلافت همواره با قریش است. و این حدیث دیگر از ابو هریره هست به همین معنا نزدیک هستند که در این موضوع یعنی که خلافت مردم تابع قریش هستند و گفتن که مردم مسلمان پیروی مسلمانان قریش هستند، مردم بعد پیروی یعنی که کافر پیروی کفر قریش هستند. اینکه پیش از اسلام همین بود، مردم جاهلیت قریش یعنی که یک سر از خودشون بالا می‌داشتند. روایت دیگر معاویه روایت می‌کند در اینجا میگه است که
میگه که هر کی به همین خلافت قریش دشمنی میکند الله تعالی باید سرنگون به دوزخ میبرد. لیکن اینجا یک شرط دیگر هم آورده است در که مادامی که دین رو برپا کنند که حالا برای ما خیلی لازم میشود عباره مادام دین رو برپا کنند قریشی مادامی که دین رو برپا کنند. بنابراین ابن حزم رحمت الله علیه الاندلسی عالم خیلی بزرگ میگه که همین روایتایی که درباره امامت یعنی که امامت یعنی که ولایت یعنی که سروری از قریش هست تقریبا به حد تواتر رسیده است. میگه که از انس روایت است، از ابن عمر روایت است، از جابر ابن عبدالله، از جابر ابن سمره، از عبادت ابن صامت روایت است، از معاویه از خود ابوبکر، از ابو هریره روایت است. مثلا ابن حجر هم عجیب من خدا رحمت کنه ابن حجر یک کتابچه یا رساله تألیف کردن که همونجا تقریبا نزدیک به 40 صحابه روایت کرده که جمع کرده در همین مسئله. بنابراین اون چیزی که ابن حزم گفتن که متواتر است جای شک نیست. لیکن امام نووی وقتی این حدیث در مسلم اومد شرح دادن گفتن که این احادیث و مانند اون دلالت آشکار به اون میکنه که خلافت خاص قریش است، یعنی که قریش فقط حق خلافت دارد. روان است که به غیر قریشی عقدی بیعت بسته شود میگه. اجماع اصحاب بر همین چیز میگه، چون که صحابه همگی اونجا سرخم کردن که باید که قریش کنه. کسی از اهل بدعت به این مخالفت کرده است او محجوج به اجماع اصحاب و تابعین است. یعنی که محجوج یعنی که حجت همین اجماع صحابه است که گپ اینا رو باطل میکنه. این قاضی عیاض، امام قرطبی مثلا همین گفتن که امامت به قریش است. با وجود مثلا با وجود اون که شریعت حکم برای قریش گفت خلافت، لیکن قید منشخه در حدیث معاویه آورده. این در حدیث انس هم است که در مصنف ابن ابی شیبه آمده است. همین قید مادام دین را برپا کنند وجود دارد. این قید خیلی ضرور است اینجا. دیدیم که در یک روایت دیگه که خود ابوبکر صدیق روایت میکنه میگه مادام خدا را اطاعت کنند و در راهشون راست باشند. یعنی که معلوم است که قریش مطلقاً سزاوار خلافت نیستن، با یک شرط سزاوار خلافتن که دین برپا کنند. دین برپا کنند. اگر که دین برپا نکردن پایبند دین باشد باید حتما قریشی باشند. یعنی استاد از این حدیث ها معلوم میشه که غیر قریشی امیری کرده یا خلیفه شده نمیتونه. چه خیلی میشه؟ ببینید یعنی که اگر بعد از زمانی خلفای راشدین و بنی امیه و طرف بنی عباس و دیگر قریش پراکنده شد. همونجا پراکنده، اینجا حاکم شدن، والی شدن، این طرف رفتن اون طرف به هر کار و تجارت و مثلا فتح و بعد باز زمان پیدا شد که آدمایی که دعوای قریشی که میکنن زیاد شده. با آدمایی پیدا شدن که دعوای اهل بیت میکردن هم زیاد شده. هم حجاز بسیار مردم کوچیده اومد برای مکه و مدینه درس گرفتن و اینا. اون دیگر انصاب نسب انسان ها آمیخته شد و اینا اون شد. لیکن با ببینیم که شریعت ما رو هم خیلی نگذاشت. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی که الله تعالی دین ما رو کامل کرده است، یعنی شک و شبهه نیست. بنابراین علما با تکیه بر حدیث انس ابن مالک میگن که از امیر خود اطاعت کنید گرچه آن امیر برده سیاه موی باشه که موهایش مثل کشمش باشد، مثل مویز. خب حدیث انس ابن مالک است. یعنی که این حدیث گرچه خلاف زیادی است در اطرافش، آیا غیر قریشی میتوند یا نمیتوند، مراد از این برده سیاه مو کی است، آیا امامت عظما هست یا اینکه امامت صغرا، یعنی که یک والی باشد، یک والی شهر و ولایت. لیکن یک روایت هست که ابن حجر باز از اونجا یک عجایب میکنن استنباطی. یا در این روایت هست که این تأمره معنی تسلطه، یعنی که به زوری که غلبه گرفت. در این حالت گفتن یعنی که همین حدیث دلیل میشود که اگر همین خیلی آدم به زوری اومده گرفت مسلمانان رو اطاعت میکنن مادامی که در راه خدا باشه، راهش راست باشد، شریعت برپا کنه. بنابراین خطاب میگه که بعضی متکلما گفتن که ببین تا چه درجه علما مثلا تسلیم بودن که تا خطاب میگه که متکلما خلافت رو در سایر قبایل عرب روا دانستن، در حالی که مخالف سنت است. مخالف سنت است، یعنی که تقریبا هم این چیز مسلم بود بین علما که باید که ابن خلدون هم میگه به معنای سخن ابن حجر نزدیک میگه که اگر میگه غلبه و شوکت از اون قریشی ها باشد، قریشی سزاوارتر است.
لیکن وقتی که قریش‌ها دیگه سوس شدند و دیگر از حکومت داری و دیگر خسته شدن، شاید نمیدونم دیگه اینکه پراکنده شدن دیگه شوکتشون گم شد. در این حالت میگه که هر کی که شوکت پیدا کند و دین خدای اجرا کنه هم مردم میتونه خلیفه باشه. خب بنابراین عثمانی ها هم ترکای عثمانی هم به همین حدیث دلیل کردن خلافت خودشون. وقتی سلیم اول اومد و آخرون خلیفه عباسی برای سلیم اول همون چیزای میراثای پیامبر سپارید، به همین دلیل اونها مثلا تونستن که چیکار خلافت خدا مشروعیت بخشن و این خلافت تا 1924 مثلا دوام داشت که تا 100 سال پیش این چیز دوام داشت. و اگر علما هم میگن که وقتی خلیفه میگن که تعریفش میگن که دو اساسی وظیفه داره، حمایت دین و سیاست دنیا بودی. همین کار هر کی ازش اومد میگن میتونه که چی باشه رهبری کنه مسلمانان. برای همون حدیثی که حضرت ابوبکر آوردن یعنی که مادامی که شوکت و وجه در رسول باشه. خب خلاص همه خیلی سقیفه آرام شد استاد. خب مردم دیگه درک کردن که اصولی حکم در اداره که دولت اسلام این چی است؟ قریشی است. اصل باید که قریشی باشه. استاد اینجا سعد ابن عباده چی شد؟ چی برخورد کردن برای این؟ شما کمتر دربارشون گفتین و حدیثی که ابوبکر روایت کردن صدقت گفتن قبول کردن، پس از اون چی شد؟ برخوردی اون کس چی شد؟ ببینید دیگه باید که خیلی کمتر وسیع‌تر دیده بود. من اینجا سعد کی بود است و این مجلس در کجا شده است؟ سعد سالار قومش بود، سرور اونها بود. سقیفه خودش است. سقیفه انصار نه، سقیفه بنی ساعده است که سعد از اون قبیله است. که لشکر داشت، پیرو داشت، قوت داشت، نیرو داشت، شمشیر داشت، همه چی داشت. و که چیزی که زمینه هم داشت، انتخابی هم داشت که مردم اکثریت خیلی گفتیم در چیزی وای بودن. توده های مردم مدینه شاید که از سبون که همشهری بودن به وای مایل داشتن. یعنی که بقیه امکانات داشت. یعنی انسان عادی نبود و یک کوچگی نبود، یک انسانی که سرور قبیله بود. بدونیم که چه سرور قبیله مثلا مکاناتی بلند دارد در نظر عرب. همه آدمی که اینقدر امکانات و دارد و اینقدر زمینه‌های انتخابی دارد در مقابل یا پناهنده سیاسی است. فکر یا پناهنده سیاسی همراه پناهنده سیاسی بود، دو پناهنده دیگه سیاسی است. یعنی اونو 3 نفرن. در مقابل اینا 10 ها نخبگان انصار، یعنی که انصاری عادی نبودن، همگی نخبه بودن اونجا. ببینید چند نام گرفته از همون نقبایی که پیامبر در بیعت عقبه بیعت کرد. یعنی که مردی که از وطنش فرار کرده اومده است، نه تنها فرار بلکه یه آدم اون جا داد، خونه داد، اینا رو شاید از اول از جهت اقتصادی تامین میکرد. بله. یعنی ببینید در چه حالت استودن که دو حالت سعد و حالت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، یعنی که در همین حالت این پناهنده میگه که قریش سرپرست این کار است. در خانه اون مرد، در سقیفه اون مرد، در زیر نظری همون پیرواشون مثلا همشهریاش و لشکراش، یعنی که به این آسانی چی کرد؟ وظیفه رو میخواد که از دست بردار گیره و به دست دیگر کسان. ابوبکر دعوای خودش نکرد. دعوای ابوبکر یک مهاجری بود. یعنی که این سیدی بزرگ، این اگه که انصاری بزرگ خیلی برخورد کرد اینجا. خیلی گفتن در بالا که باید سادگی چی گفت؟ صدقته و امورا از شما شده ما وزیر هستیم. یعنی که بی جنگ، بی جدال، بی کشمکش مثلا. یعنی که این دلا برام که انسانی پاکتینتی بود. در که یک جوانمردی بود که اگر همین مرد اگر میخواست صدها بلکه هزارها خون ریختنش ممکن بود. یعنی که جویبارهای از خون ریختن. هزارها انسان‌ها شاید یتیم می‌شدند، بی پدر می‌موندند، بی مادر می‌موندند، بی فرزند می‌موندند. اگر همین آدم دعوا می‌کرد، چون که قریب در رقیق اول قریب بیعت کردن، در حالت ضعف قرار نداره، در حالت برعکس قوت و همه چی همراه هست. هم یعنی که فقط برای الله تعالی یعنی که دست کشید این چیز تسلیم و یسلم و تسلیم. میگه حدیثی که شونید تسلیم کرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم. ولی جنگ شهروندی یک جنگ داخلی کلان میشد بین مسلمانان. باز میبینیم که اینجا با هم خاورشناسا با همون به انصافا باز همون چی سر میکنن شیطانگری خودشون. اینجا مثلا باز منصب تلاش بود و این بود، مگر انسان منصب تلاش بشه به حدیث قانع کرد. یعنی که تا تو ببینید اگر
همین خیلی بریم اگر ابوبکر وقتی که این حدیث رو روایت کرد، شاید که این حدیث ابوبکر خودش قریشی هست، اولین استفاده برنده از حدیث خود ابوبکر است. یکی با وجود این سعد تسلیم شد، چون خود سعد هم به گوش خودش از پیامبر علیه السلام شنیده بود این چیزا. یکی اونا دیگر نه دل انسانی مؤمنه میدونن، نه یا نفسی مخلصی مسلمان از اون خبر دارن که این چیزا رو درک کنن. این خبرشناسا و هم دمراوهای اونها از بعضی بنو مسلمان ها که بعضی فرقه های گمراهی که چی میکنن، یعنی که اونها بیان استاد به همون ذهنی افلاس و چرکینی خودشون در اساس همین سیاست های عصر حاضر قیاس میکنند و خیلی که از مردم مادیگرا شدن. سیاستی مکر است، حیله است، دسیسه است، فریب کردن است، کنده گرفتن از گرگی است، بله منفعت شخصی. اینو گرفتن به حال همونا تطبیق داد. ما هم در حلقه گذشته استاد بیکار اونجا فضیلت سعد و انصار و اونو نآوردیم، همه اونا رو برای این آوردیم که اول فهمه که چه خیلی انسانا اونجا میخوان که خلیفه شون، خلیفه انتخاب کنن. تو اینکه به این میگم که حاضر بعضی سیاستمدارهای پلید با اونو قیاس نکنن. اینا بود. خب به ویژه در این زمانی که هجوم فکری زیاد است، چی از جهت از طرف صلیبی‌ها چی از دیگر فرقه‌های گمراه که همین چیز نشر میکنه، در حالی که ما اگر انسان به این شکل اگر این انسان رو در اساس اون چیزی که گفتیم اگر ما اینها رو بررسی کنیم، اون اشکالی نمیاد. اینها یک انسان‌هایی بودن که به امر خدای تعالی تسلیم میشدن. استاد اینجا سوال پیش می آید که چرا ابوبکر صدیق همین حدیث از اول مجلس نپرداختن مبین؟ برای چی؟ یعنی اینجا میتونم گفت که ابوبکر صدیق پیر خرد است، خردمندی حکمت صدیق اکبر رضی الله عنه بود. یعنی که اگر او بدون مقدمه و مثلا خیلی در حلقه گفته گذاشته میگفت احتمال انصاریان گوش نمیکنن، چون که از جهت روانش خیلی آماده نبودن. و خریب بود بیعت میکردن همه، یعنی که اتفاق نظر داشتن. یک بار اگر این آدم میامد و این چیز میپرتاف اونا باورکنشون مشکل بود. نمونم ابوبکر اول مقدمات آورد، فضیلت انصار آورد، فضیلت جهاد انصار آورد، پیامبر دوست داشتن نسبت اون آورد. بعد در آخر چه گفتم سیم چه کرد همین خلافت با در قریش بودنش است، هضم کردن اصلا تهیئت النفوس. بله همین کلاسی که صدیق اکبر اینجا حالت روانی مخاطب خیلی خوشرو بود. اول روانان و آدم به همین چیز آماده کرد، بعد اون لقمه‌ای که میخواد به اونا به دهان اونها گذارن بعد گذاشت، چون که اونا تونن که با آسانی این چیز قبول کنن، یعنی که زینه به زینه پیشکش کرد. استاد بعضی خواهرشناسا شبهه میکنن که ابوبکر صدیق به فایده مهاجران کار به فایده مهاجران شاید گفته، همین حدیث بافت گفته، این خیلی شبهه های هم هست. بله اونا یعنی انسان بی‌آدابی، انسان پررویی به انصافی که از موضوعیت دور هستن این گپ میزنن، اینکه نه فقه دارن نه فهم دارن، یعنی که از عدالت صحابه بخبرن. یعنی که ما میگیم صحابه پیامبر عادل هستن، معنیش که اونا هیچگاه با پیغمبر دروغ نمیبندن، هیچگاه با پیغمبر صلی الله علیه و آله دروغ نمیبندن. مثلا ببینید همین حدیثه اگر ببینیم اگر علما چخیره ابن حجر قولش آوردیم که به 40 نفر روایت کرده است جز ابوبکر صدیق. ببینید علی ابن ابی طالب در معجم صغیری که طبرانی روایت شده است، در ابو نعیم در حاکم از علی ابن ابی طالب روایت شده است همین حدیث. از ابو برزه اسلمی روایت شده است در طیالسی، مسند طیالسی و احمد ابو یعلا. از معاویه گفته روایت شده است، از ابو هریره روایت شده است. خب اینا چی هستند که اگر بگیم که ابوبکر بافت مثلا فرضاً با حدیثای اینا چیکار میکنه؟ حتی بعضی روایت‌ها جالبه که انصاری هست. انس مثلا روایت انس گفتیم در مصنف اومده است، انس انصاری است. جبر ابن عبدالله انصاری هم انصاری هست مثلا روایت کرده حدیث. یعنی که بنابراین همون گپی چی گفتیم که ابن حزم آورده، یعنی که تهمتی بی اساس. بله اگر انصاری دارد مگر در این شک کند سکوت میکنه. یعنی که مسئله گیم که یک ماشینچه یا بازیچه یک خر و یک اسب نیست که اونا خیلی تنازل کنن. این مسئله حکم است، مسئله خلافت پیامبر آخر زمان است، مسئله سلطنت است به اصطلاح گیریم اگر یعنی که دولت اسلامی اداره کردن است. مگر اگر شک میکنن ترک میکنن به این چیز. و خودشون چند دقیقه پیش گفتن که مثلا شبهه آورده گفتن که اینا منصب تلاش کنن، منصب تلاشی میکردن.
مگر انسان منصب تلاش با یک دهنگ بگی از نام پیامبر خونه میشود اگر منصب تلاش کنه اینکه اینو بده تناقض داره. یه جا میگه منصب تلاش، یه جا میگه که اینو که ابوبکر میگه که حدیث بافته اینو بریم. اگر ببینیم که همین تصدیق انصار ابوبکر رو دلالت بر جمع مردی اونها میکنه و هم برام دلالت میکنه که آنها صادق بودن ابوبکر هیچ شک و شبهه نداشت. و همچنین سعد ابن عباده آخر کار که به منفعت او نیست ولی تصدیق کردن وقتی گفتن تو هم بودی گفتن صدق. چه خیلی بافته میشن. استاد کمتر اگر تفصیل تر داریم قریشی ها یک چند اونجا چه هستن که مثلا بنی هاشم و بنی عدی و قریشی گفته همه کدامش در نظر دارد یکون چی هست اینجا؟ نه البته حدیث بینید به شکل عام اومده است. قریش و قریش تمامی به اصطلاح عربی بطون یا اینکه تمامی شاخه های و فرع های عائله در نظر دارد. عائله بزرگ قریشی در اونجا در همون هستن. هم بنی هاشم بدارد، هم بنی عدی بدارد، هم بنی امیه بدارد، هم بنی تیم و هم بنی مخزوم و همه اونا قریشی هستن. پیامبر یگان عائله معینی از قریش رو تعیین نکردن. آنها شاخه‌های زیاد دارد نه مثلا قریش، لیکن مهاجرا درست هزارها مهاجر بودن، شاید که ده‌ها صدها نفر بودن که سزاواری هم منصب بودن در بین مهاجرا. لیکن می‌بینیم که وقتی که صدیق همین گپ گفته شده و مردم مهیا کرد از جاش خسته گفت که عمر دستت رو ده با بیعت میکنه. ابوبکر با عمر گفتن اینکه تو مهاجری هست، تو قریشی هستی. عمر گفت که نه تو از من بهتری. گفت ابوبکر گفت که تو از من نیرومندتری. عمر گفت نیرومندی من با افضلیت تو یک جای میشد، من مثلا وزیر تو میشم که خدمت میکنم با تو بهتر است. یعنی ببین اینا استاداشون که بود که اینقدر از منصب هراسان، از منصب دورن. نه ابوبکر برای خودش طلب کرد، نه عمر برای خودش طلب کرد، هر دوش میخواد که از خودش همین مسئولیتی وزین دور کنه. خلاصه ابو عبیده اگه یادتون در حلقه گذشته چی گفته بود؟ یک سخنی گفت که مثل تیر در دل انصار جا گرفت که شما اولین شده از دین نگره، شما اولین شده یاردم کنه با عذاب عادی نمروی با چپا نکنه کار پیامبر. اینجا من سخن عجایب گفت برام گفت که ابوبکر گفت کسی بعد پیامبر نمیکنه حق ندارد که خلیفه شود غیر از تو صاحب پیغمبر، تو همراه پیامبر بود، تو در غار همراه پیامبر بود، تو ثانی اثنین اذ هما فی الغار است، تو همون انسان هستی که پیامبر گفتن که نماز شما رو خونده است وقتی پیامبر بیمار بودن. مرو ابوبکر فلیصلی بالناس. این حدیث است. تا بعضی علما میگن که همین اشاره خفی بود بر خلافت ابوبکر، چون در بین علما اهل سنت بعضی هستن که میگن که در پیامبر به اشاره‌های خفی خود اشاره کردن که ابوبکر باید که خلیفه بشه و این به این معنا نزدیک خیلی حدیث‌های زیاد است. مثلا اقتدوا بالذین من بعد ابوبکر و عمر، اقتدا کنه با اون دویی که بعد از من میاد ابوبکر و عمر. اینکه یک کمپیری وقتی پیش پیامبر اومد گفت حاجتش برآورد و پیامبر گفتن که سال آینده بیام. کمپیر پخته بود گفت سال آینده بیام تو نباشی چی؟ گفت ابوبکر بیام. مثلا اینکه پیامبر پیش و همین اشاره ها میگن اشاره خفی به خلافت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه است. به همین چیزا ابوعبیده اشاره کرد. بله که ابوعبیده اشاره داره. یکی در حقیقت مرد حکیمی است. ببینید یک نقطه میزه که مثل تیر بعد رشته سخن عمر بن الخطاب میگه اینجا بعد ابوعبیده. خب عمر میدونه چه خشید میگه که شما نمیدونید که پیامبر ابوبکر امام کرد و به نماز ما مثلا پیش نماز ما کرد. همین حدیث مرو ابوبکر. گفتم بله. کدام شما جرأت میکنه که همون شخصی که پیامبر رو پیش گذاشته است از پیش است؟ ماشاءالله. مثلا هیچ کی این جرأت نداره. خدا پناه دهد از اون که ما از ابوبکر پیش گذاریم. یعنی خیلی در روایت نسائی آمده است. میگه اینکه همینجا عمر هم میگه بزد و جهید از جاش جهیده خست و رفته ابوبکر بیعت کرد دست شقا. بعد اسید بن حضیر انصاری بزرگی خزرج وای رفت بیعت. بعد بشیر بن سعد انصاری هم پسرم کی سعد بن عباده خب دوام اومدن بیعت کرد. نو دو تا از انصاری ان اسید و بشیر. بعد دیگر اهلی سقیفه هم خستان اومدن بعد ابوبکر بیعت کنه شروع کرد. بغیر از یک نفر سعد بن عباده که بیعت نکرد. بیعت خاموشی عجیب همیشه قبول کرده که لیکن اعتراضی که نکرد هیچ یعنی که بیعت هم نکرد. سعد بن عباده ابوبکر بیعت نکرد. دیگه البته در بیعت سعد اختلاف است.
بعضی میگن بیعت کرد، بعضی میگن بیعت نکرد. مثلا ابن حجر هم ببینیم میگه که یگون عیب از وی صادر نشد، یگون بدگویی از سعد نسبتی ابوبکر یا اینکه نسبتی عمر هم صادر شدگی نیست، میگن بعد وفات ابوبکر. فقط اینکه فکر ابن حجر این است که میگن که گمان داشت که انصار در خلافت سزاوارتر است. با اون چیزایی گفتیم که در هر گفتم که این چیزا شاید در ذهنش بود که لیکن درست از این فکرش خطا هست، لیکن معذور است. اجتهاد کردن اینقدر اینقدر سابقه، اینقدر فضیلت، اینقدر پیامبر در حقش مثلا دعا کردن، مثلا حدیث های فضیلتشون است، ما انسان معذور میدونیم، خدا رحمت کنه. خب به همین یعنی که در سقیفه ابوبکر به اجماع خلیفه انتخاب شد. به اجماع یعنی که جزء من سعد بن عباده. بعضی که اجماع میگن برای اینکه خیلی چی هم دارن که سعد اومده بعد از روز دوم در مسجد وقتی که چی میشه میگن که اعلان بیعت کرده است. بعضی تا اینکه یک اشاره خفی هم هست، استاد وقتی گفت که صدقت انتم الامراء و نحن الوزراء، خودمون بیعت خودش همین بیعت است. از اینکه دست نداشتم لیکن زبانان به همه چیز تسلیم شد. یعنی اگه ببینید استاد یعنی که اینه گرید آداب صحابه ببینید و به حاضر مثلا سیاست مدار قیاس کنید. برای یعنی که برای یک منصب گرفتن هزارها، دهها، هزار، صدها، شاید میلیون‌ها آدم قربان بشن پروا نداره. مثلا ببینید در بعضی دولت‌های آفریقا، در آنگولا، در سومالی و در رواندا و بلوی بتر دولت‌ها مثلا یا آمریکای جنوبی مثلا هزارها آدم میمیرن در نتیجه انقلاب و کودتاهایی که میشود اونجا. لیکن وقتی ما برخورد صحابه ببینیم به این چیز چی خیلی یا تا دولت‌های بعضی بنو متمدن ببینید وقتی که انتخابات شود دیگر ببینید وقتی انتخابات شود دیگر رکیزه اساسی همون نامزدا چی میشه دیادریکش سیاه کنن. ایناش برای این کامپرومات میکنه، ایناش برای این کامپرومات، ایناش ویدیوشو میگیرد میگه این به فلانی علاقه داشت، میگه به فلان، ایناش میگه فساد زده بود، این از فلان پول گرفتن میخواد فقط سیاه کردن است دیگر. لیکن این شاگردای پیامبر اونایی که در مدرسه محمدی تحصیل کردن ببینیم که چه خیلی این قضیه حل کردن با ببینید چه قضیه با آداب، با اسلوب و یک اینکه یک ویژگی خاصی که دیگر همتون ندارن، دیگر تاریخ مثل اونا رو دیگر آورده نمیتونه. اینقدر مثلا آرامانه با هم دیگر چی برخورد کرد. بعد استاد رفتن مسجد روز دیگرش. خب اینجا دیدیم که اصلا 3 مهاجری بود و انصارا دیگر نخبگانش بودن. دیگه باید بیعت عام میشد. این بیعت خاص در سقیفه دیگر رفتن مسجد، رفتن از اینا دیگر همون روزی بیعتی که در مسجد شد غیر از علی و زبیر و عباس دیگه همگی بیعت کردن، چون اونا حالا به تکفین پیامبر مشغول بودن، پیامبر رو شستن و کفن کردن، هم اندام دیگه عزا اونجا است مشغول بودن، اینا دیگه نتونستن چیکار حاضر شوند در اینجا. و ابوبکر هم بالای منبر برآمد خواست که گپ زند منبر. این که ببین پیامبر دفن نشده. پیامبر دفن نشدن. پگه همین کار. اینکه روز سه شنبه است. چون دوشنبه بیعت شد در سقیفه، سه شنبه اومدن و پیامبر هم روز سه شنبه شبانه نیمه شب دفن شد. خب اینجا وقتی که ابوبکر اومد بالای منبر برآمد دید که ولی عمر گپ زد از بین مردم. عمر تکیه به منبر کرده صحبت داره. و اونجا بین حقیقت انسان فضیلت چی بینه که خطاگی خودش اعتراف میکنه مردم. اگر یادتون باشه در حلقه اول گفتیم که عمر گفت که محمد مردگی نیست، منافقا میگن که محمد مردگی نیست، من سرش میزنم. برام گفت که مردم دیر سخن گفته بودم، اشاره به همین سخن گپای گفته کشون جز رأی بنده نبود اینجا و نه در کتاب خدا دیدم و نه عهد از پیامبر در این مسئله. من گفت پیامبرم شوندین اخدم، من فقط فکر کردم که پیامبر علیه السلام تو کار به سامون نرسونم، تو همه کار به آخر نرسد دین رو نشود، تو همه ما نموریم پیامبر نمیمرد. همه فکر میکنم. یعنی یک وقتی معین به احساسات شاید داده شدن. بله چون که اون هم گفتیم که صحابه به شوق گرفتار شدن دیگر. بعد گپش ادامه داد گفت که خدا برای شما کتابش رو گذاشت که رسول خودش رو راهنمایی میکرد توسط همین کتاب و کتابش تا حال باقی است. یعنی سخن عمر است. اگر با اون چنگ زند راهنمایی میکند اون چنونه که پیامبر خودش رو این کتاب راهنمایی میکرد. ماشاءالله. یعنی در مدرسه محمد صلی الله علیه و سلم میخوند و یعنی که قرآن و سنت موجود است. اگر مسلمان‌ها با اون چنگ زنن طبق اون راه روانه گرد دیگر چی در هدایتن. بعد گفت که
خداوند کار شما رو بر بهترین شما جمع کرده، همین خلیفه شما رو بر بهترین تو خداوند سزاوار دید که و یاری غار است و اولین شخصی که اسلام آورد یا که خیلی دیومان باشد مثلا بعد از خدیجه یا که بعد از علی مثلا چه خیلی مثلا اختلافی است. خب خیزت بیعت کنید بعدی وارد شدن ابوبکر به دیگه مسجد برو منبر شد ابوبکر. مردم دیگه همه که خیستن مهاجر و انصار بیعت کردن. بعد دفن پیامبر بعد زبیر اومد و بیعت کرد. یا بعضی روایت میگه که علی و زبیر یک جا اومدن بعد بیعت کردن. خب سپس علی اومد اینجا. دقت کنید اینجا ابن سعد و حاکم و بیهقی میگن که علی اومد روز دوم بیعت کرد. چرا برای اینجا دقت کنید؟ برای اینکه بعضی میگن که علی بعد از 6 ماه بیعت کرد. بعضی خیلی میخوان مسئله گفتگو کنن و کاوان فقط برای صحابه عیب جویندن که بهمیشه که بعد مرگ فاطمه گوی بیعت کرد باشد. یعنی ببینید خلاصه همین قدر مصیبتی بلند، مصیبتی وزنی، بلای بالی صحابه اومد در مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم، لیکن این مصیبت شریعت معطل نکرد، حیات باز نداشت، مردم از پیشروی نگه نداشت، چون حیات باید این طوری اون طور باید پیش میرفت. ببین صحابه اون درک کردن و تسلیم امر الهی شدن، رحلت پیامبر قبول کردن دیگه مجبور و برای گویم که دوام دهنده کار پیامبر رو انتخاب کردن دیگه اصلا ابوبکر صدیق انتخاب کردن. استاد بعضی فرقه‌های گمراه میگویند که سعد ابن عباده جماعت نمیرفت و نماز جمعه نمیرفت و یعنی بعد خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بله در روایت در طبری اومده است. ببین طبری رحمه الله میگه که من جمع کردم سندش آوردم دیگه خودت بگو کو یا من اینا همیشه صحیح نمیدونم میگه. خب ببین که این روایتایی که حاضر اینا به همین چیز دست دادن دو که صد نماز نمیرفت، جمعه نمیرفت، حج نمیکرد به اونها اینا میتونه اون از قسمی روایت‌های پرپراودار بگیم. بعضی پرپراو میزنن تا اینکه بار خودشون گذرانن. یعنی گویا طبری یک روایت آورده است، معتبر روایت آورده است که سعد میگه که بیعت نمیکنم و تا آخرین تیر من میجنگم، سری نیزم خونالود میکنم، شمشیر میزنم و نه به اونها نماز خوان، نه به اونها جمعه خوان، نه به اونها مثلا همین عید کردن، نه به اونها عرفه رفت و اینا. همین روایت آورده است. لیکن بین مگر همین روایت لوط ابن یحیی ابو مخنف روایت کرده است که دروغگوترین مردم و از اون فرقه گمراهی رافضی 12 امامه هست. نبریم ذهبی گفت که اخباریون تالیفون. تالیف یعنی که تلف شده غیر ثقت، ثقه باور بخش نیست. گفت این هیچ قبول اینه که تمام روایتایی که همین دروغی که در طبری هست بسیارتر همین است. ابو مخنف است همین لوط ابن یحیی. تو رساله‌های مجلسی هم نوشته در اطراف همین آدم یا شخصی که که دسیسه باز بود که روایت‌های دروغ خیلی میگذاشت در این مسئله. بنابراین فقط از رافضیان نقل می‌کنه خودشون. یعنی که خلاصه هم سند وایرون هم متن وایرون. چرا متن وایرون است؟ متن وایرونش ببینید. او گفتیم که سعد از جمله اونایی بود که در عقبه با پیغمبر بیعت کرد و یکی از بندهای بیعت این بود که السمع و الطاعه، گوش کردن و اطاعت کردن به همون که سردار مسلمان پیامبر صلی الله علیه و اون که جانشین پیامبر میشه دیگه. سعد خیلی بتونست که از این سر کشی کنه مثلا. یعنی که خودی متن که چی بدونش معلوم بشه. یعنی که این انسان‌ها هیچ وقت عهد خودشون رو وای نمیگیرن. اینها برای این بیرون میگن سعد آدم عادی نیست. ما گفتیم که وای رئیس قبیله بود، لشکر داشت، سرور و سالار بود. اگر این گپ بزنه این گپ مگرم بی جواب میمونه. یعنی اگر به اصطلاح گم آدم کوچیکی گپ میزد میگفتن که این کی نه لشکر داشته باشه نه پشتش آدم داشته باشه که اینو ما پروا کنیم. این مردم شخص این گپ میزد البته عکس العملی از ابوبکر یا عمر یا دیگه صحابه میشد که تو چی گفتی زدی، تو چرا این کارو کردی زدی، میگفتن خود همین عکس اونم وجود نداشتنش دلیل برام که این متن کجلک است. نه تنها سندی کجلک داره. یا چه خیلی گفتیم سعد آدمی عادی نبود که البته این سخن سعد تاثیر میگذاشت بالای دیگران. این مسئله شد مثلا سعد بن عباده. بعد از اون مسئله یک مهمی دیگری مونده است که اطراف باید صحبت کنیم. مسئله خشم گرفتن علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام با ابوبکر صدیق
یا اینکه عموما به همون انسان‌ها که انتخاب کردن همراه ابوبکر صدیق رو. بله استاد جزاکم الله خیر. همون وقتی شما بیعت علی و زبیر ذکر کردید و گفتید همینجا در ذهنم اومد که این مسئله یک مهم است و وسیع هم هست که نمیشه برنامه ما باز از این هم زیاد درازتر میشه. انشاءالله این سوال های و به تفصیل بله برخورد علی چگونه بود، برخورد علی و برخورد زبیر چی بود، چون در اطراف این خیلی اینکه قصه های بافته شده است، قصه های ساخته شده است، باز اون قصه های پیر پرودار خیلی بسیار است. جزاکم الله خیر استاد. در اینجا خداحافظی میکنیم. الله شما نگهبان باشد و برنامه آینده رو منتظر باشید که انشاءالله خیلی جالب خواهد شد. الله نگهبانتان باشد.